our journalists are being intimidated, attacked. و خبرنگاران رادیوی آزادی در ترکمنستان تهدید و یا حمله میکنند. یکی از آنها را چند پیش دستگیر کردند. خدایبردی علاشف را همراه با 5 عضو خانواده‌اش دستگیر کردند. ما چگونه میتوانیم خبرنگاران را در کشورهای به مثل ترکمنستان محافظت کنیم؟ واضح است که مطبوعات ترکمنستان باید راه درازی را پشت سر کند و وضع مشکلی دارد. ما همچنان قضیه جناب علاشف و خانواده او را پیگیری میکنیم. میدانم که همکار من دستیار وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته درباره نگرانی‌های ما در نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی در گامبورگ آلمان صحبت کرد. جان کری با 4 وزیر کشورهای منطقه صحبت داشت. رشید میردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان آنجا نبود و جان کری نتوانست با او صحبت کند. ولی ما پرونده علاشف و خبرنگار نبسقلیف و خبرنگاران دیگر را که شما نام بردید پیگیری میکنیم. این خبرنگاران شاهد زورآوری و تهدید شدند یا به زندان افتادند. همه این واضح است و ترکمنستان در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا تعهدات دارد. بر اساس قانون‌های بین المللی هم عهد داده است. دستگیری آزادی سخن و مطبوعات آزاد نه تنها تعهدات بین المللی ترکمنستان است بلکه برای بنیاد یک کشور قوی در منطقه مشکل مهم است. More stable future and in a difficult region. People are saying yesterday and today people are شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان قسم یاد کرد و از زمان تعیین شدن به مقام رئیس جمهوری موقت قدم‌های برداشته است که بسیاری ها آن را امیدوار کننده می‌دانند. خبرنگاران ازبکستانی که من دیدم صحبت کردم همین را میگویند. شما هم به این عقیده هستید که حکومت ازبکستان قدم‌های مثبت می‌بردارد؟ Well, obviously coming out of 25 years روشن است که بعد از 25 سال حکمرانی اسلام کریموف حالا برای ازبکستان فرصت پیش آمده است که صحیفه نوی بگرداند و دوره نوی بازتر و شفافتر و دموکراتیک‌تر را شروع کند. اول این ماه در ازبکستان انتخابات بود و سازمانی امنیت و همکاری اروپا در برابر دیگر جنبه‌ها ذکر کرد که به ناظران سازمان اجازه نظارت انتخابات را دادند. بعضی از جنبه‌های انتخابات در مقایسه با گذشته شفافتر بود. این مرحله را میتوان فرصت برای مردم و رهبران ازبکستان دانست که همراه پیشرفت کنند. فقط چند هفته سپری شده است و در چند هفته قضاوت کردن ممکن نیست و انسان‌ها به وقت ضرورت دارند تا به کارشان بها داده شود. ولی ما از طرف خود واضح گفته ایم که آماده هستیم همکاری را با مقامات و مردم ازبکستان ادامه دهیم و ما آماده ایم برای پیشرفت دموکراسی به آنها کمک کنیم. A couple weeks in is probably too soon to make any judgments, and people deserve a chance to establish a record. And about 2 months ago there was a human 2 ماه پیشتر یک نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق بشر در ورشو برگزار شد و در آن نمایندگان مخالفان دولت تاجیکستان حضور داشتند. مقامات تاجیکستان و از قرقیزستان هم سازمان امنیت و همکاری اروپا را تنقید کردند و به دفتر سازمان در دوشنبه حمله صورت گرفت. به طرف آن سنگ انداختند. نظر شما در این باره چیست؟ stones were thrown. What's your reaction to that? You know, HDIM has been around for the meeting that you referred to in Warsaw has been around for more than 2 نشستی که شما ذکر کرده 12 سال است برگزار می شود. یک خصوصیت مهم نشست این است که فعالان جامعه مدنی و از جمله منتقدان حکومت در پس یک میز با نمایندگان حکومت می نشینند و نگرانی هایشان را مطرح می کنند. بعضا این نگرانی ها را قاطعانه آشکار مطرح می کنند، بعضا با نرمی. اهمیت فورم هم در این است که نمایندگان جامعه مدنی تشویش‌هایشان را مستقیم با حکومت در میان گذارند، ولی وقتی حکومت خود را کنار میکشد و فورم را ترک میکند نه فقط به خودش زیان میرساند چون دیگر طرف مسئله را نمیگوید، به همه ما هم زیان میرساند چون برای ما شنیدن نظر حکومت هم مهم است. در بسیار حالت سوء تفاهم پیش میآید، شرح لازم است و یا دلیل‌های برای شرح مسئله پیش آوردن ضرور می شود. ما کوشش میکنیم خودمان نمونه باشیم. مثلا امریکا را به شدت تنقید میکنند، ما از تنقیدها نمیگریزیم و با احترام پاسخ میدهیم که آیا با آن موافقیم یا مخالف، حتی اگر تنقید از آنهای هم باشد که به فکر ما در موقع نیستند که ما را تنقید کنند. We don't think are particularly well positioned to criticize us.